سلام دوستان عزیز، امیدوارم خوش و سلامت باشین. خوش آمدین در یک برنامه دیگه از چینل خورمی میدیا. دیگه امروز قراره قبل خزیو بریم در یک باغ، بریم از اینجا میوه بچینیم. میگه که چیزه باغ از مردمای ایراته، موریم میوهاش رو میچینیم، بعدش موریم را از موتور نه دیگه به ما اندازه چیشی پیسه میگیره دیگه میگیره تا نسبت مثلا در دکان ها که ارزان تره. حال رایشتیم که بریم دیگه. این قسمت که است پایین تر از توحیده، شامل ناحیه پارک میشه. ناحیه 12 کوچه هایش که اسمش پارکه، پارک 1 پارک 2 دیگه پایین تر آمدیم. از سرک داشتیم اومدیم طرف که از این دیموری می طرف دیگه خیلی سرسبزه. آب مزیا قبولی مزیا پیش رفتن در اونجا رستم و پس منده یعنی زیارت آقا مرتضای جبرئیل. دیگه کم کم رسیدیم در باغا دیگه. این طرفا خیلی سرسبزه، کلا دیگه باغه همه‌اش. این خیلی گلای قشنگی. خیلی سرسبز و زیبا، خیلی بوی خوبی هم داشت. اینه دیگه دوست عزیز رسیدیم، ولی متاسفانه گفته که صاحب باغ نیه دیگه، نمیشه که. نم چند قلعه قدیمی بود بلدش ویدیو گرفتم دیگه. بریم خانه دیگه، نشد. ناامید شدیم.